حیات تاجیکستانی آزادی من اومدی دل و خاطری شادی من اومدی دل و خاطری شادی من با مقصد بلند برداشتن حسی وطندوستی و خویشتن‌شناسی استادان و کارمندان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفوروف با راهبری رکتور دانشگاه پروفسور عثمانزاده ایوب در تعلیمگاه مرکزی گارنیزون سوخت قسم حربی 07746 وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان واقع در شهرک چایرختران مشق‌های صحرایی حربی را گذاشتند. در روند این استادان از ترس‌های گوناگون مشق حربی آگاه گشتند. ترس‌های استفاده یراق آتش‌نشانی، آماده بودن به حالت‌های فوق‌العاده، استفاده ماشین‌های جنگی و دیگر قسمت‌های مربوط به تعلیم حربی آموزانده شد. راهبریت دانشگاه در مشغولیت‌های حربی استادان اشتراک نموده ذکر کرد که این تجربه تعلیمی حربی امکان فراهم می‌آورد که استادان همچون مردان وطندوست و خویشتن‌شناس همه‌جانبه در حمایه مرز و بوم کشور آماده باشند. در هفته تعلیمی حربی اشتراکچیان از بعضی مادی و تکنیکی قسم حربی دیدن نموده با تجهیزات‌های آن آشنا گشتند. یادآور می‌شویم که تجربه صحرایی حربی از 13 تا 25 ایون دوام کرده. در این آموزش استادان و دانشجویان فعالانه اشتراک داشتند. گذراندن چنین درس‌های حربی برای بیدار نمودن حس وطندوستی و خویشتن‌شناسی و دلیری و شجاعی جوانمردان مساعدت می‌کند که ریاستی دانشگاه دولتی خوجند چنین درس‌های حربی آموزش را پیوسته به راه می‌ماند. نتیجه این توجه بود که زیاده از 400 نفر دانشجویان دانشگاه با حس بلند وطندوستی و وطنداری به صف خدمت حربی پیوسته امروز در قوه‌های مسلح کشور با سربلندی ادای خدمت می‌کنند. شرایط قسم حربی برای گذراندن مشق‌های صحرای حربی همه جانبه آماده است. مقصد از گذراندن این چهاربینی در آن عبارت است که دانشجویان باید برای در آینده همچون معلم آمادگی دفاع حربی یا ادا نمودن خدمت حربی آماده شدنشان در کار. برای آماده شدن تکنیک حربی، سلاح‌های حربی مکمل با طریق عملی استفاده بردن از خود نمایند. اطمینان می‌رود جوانان دلیر و شجاع کشور در حمایه مرز و بوم و منفعت‌های ملت و دولت همه‌جانبه کمر بسته صادقانه به وطن خویش خدمت می‌کنند. اسفندیار هیتوف، طاهر جان کریمجانوف، فروغ.